اومدیم پاسپورت تجدید شدهمون رو گرفتیم. پاسپورتی که قبلا گرفته بودیم الان تجدیدش کردیم. شما میتونید به مرکز نورت امیگریشن مراجعه کنید. از هر جای دنیا که باشید، حالا ایرانیای عزیز و دوستانی که دارید، میتونید مراجعه کنید و اقدام کنید برای گرفتن پاسپورت دومینیکا و همچنین کشورهای مختلف. تشکر میکنم از شرکت نورت امیگریشن. ما اومدیم پاسپورت تجدید شدهمون رو گرفتیم. پاسپورتی که قبلا گرفته بودیم الان تجدیدش کردیم. شما میتونید به مرکز نورت امیگریشن مراجعه کنید. از هر جای دنیا که باشید، حالا ایرانیای عزیز و دوستانی که دارید، میتونید مراجعه کنید و اقدام کنید برای گرفتن پاسپورت دومینیکا و همچنین کشورهای مختلف. تشکر میکنم از شرکت نورت امیگریشن.